درود به همه شما دوستان و یاران نازنین ما. امشب با شما هستیم که با اولین پهلوان بانوی تاریخ ایران ما، ایران مدرن ما، این زن زیبا، استاد خانم لادن همایون صفت سخن بگیم. اولی شادباد میگیم به خودم و به تمام جامعه زنان ایرانی برای این جایزه ای رو که شما در این سطح از ورزش رزمی گرفتین. شادباد به ما و آفرین به شما و خوشحال هستم که بالاخره شما به اون آرزویی که از کودکی داشتید رسیدید. خوشحال میشم که این افتخار رو به ما دادید که یک بار دیگه قصه پررنج خودتون رو قصه پررنج خودتون رو در اختیار مخاطبان ما هم قرار بدید. لادن جان، خوش آمدید به بخش اولی که ما اختصاص دادیم به زنان راستین ما در ارتش گارد جاویدان. خوش آمدید، درود بر شما. درود بر شما سوای عزیزم و تمام بیننده های گرامی و عزیزی که این برنامه رو دارن تماشا میکنم. ممنون، سپاسگزارم و خیلی قشنگ گفتید. منم به نوبه خودم این زحماتی که کشیدم و هر چیزی رو که به دست آوردم رو شادباش میگم به مردم ایران و خوشحالم که من وسیله‌ای بودم که بتونم این راه رو برم و برای کشورم افتخار آفرینی کنم. جان دلم، واقعا واقعا باعث ما شادباد بیشتری برای ما، به ویژه که وقتی من قصه شما رو خوندم اولا یاد و خاطره پدر گرامی شما، این پدر بزرگ که شاید برای تمام بچه‌هایی که زورخانه نجات رو بشناسن یاد و خاطرشون گرامی. فکر میکنم ایشون بیشتر از همه الان خوشحال باشن به خاطر اینکه دخترشون به آرزوی کودکی خودشون رسیدن. چطور شما این مسیر رو انتخاب کردید، این مسیر من پر؟ از 3 سالگی ورزشم رو شروع کردم. خب به خاطر اینکه پدر من باستانی کار بودن و زورخانه دار بودن، خب از ورزش باستانی شروع کردم و کشتی پهلوانی رو پدرم به من آموزش داد و چون ایشون در ژاندارمری درس میدادن، اون روزهایی که ایشون به ژاندارمری میرفتن منم به اتفاق ایشون میرفتم. تکواندو رو از ژاندارمری شروع کردم با سربازا و دیگه از 7 سالگی که گذشت خب نمیتونست، من نمی برد به خاطر اینکه محدودیت هایی که وجود داشت. پس باشگاه زنونه رفتم، شروع کردم تکواندو رو ادامه دادم و سبکم عوض شد. پدرم مشوق اصلی من بود و وقتی که میدم که ایشون به سربازا یا توی خود زورخونه به شاگرداشون درس میدادن، همیشه برای من خیلی قشنگ بود که دوست داشتم شبیه پدرم باشم و میدیدم که چقدر شاگرداش مسابقه میرن، چقدر به حرفش گوش میکنن و چقدر همه دارن ورزش میکنن و اون طرز فکر پدرم رو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه فقط ورزش نبود. کسی که میرفت به زورخانه برای این نبود که جسمش رو قوی کنه، برای این بود که ذهنش رو قوی کنه و یه کاری بود که باید همه برای جامعه انجام میدادن و این بسیار مهم بود. من یادم میومد که به هر مناسبتی، به نام هر عیدی یا هر موضوعی که پیش میومد گلریزون انجام میدادن و من میدیدم که چقدر این کار قشنگه. یک مراسمیه که برای شخصی که نیازمند هست پول جمع میکردن و من خیلی دوست داشتم. یا اگر کسی مشکلی داشت همه در زورخانه جمع میشدن که مشکل اون شخص رو حل کنن و این با فلسفه ورزش‌های رزمی خیلی جور در میاد. و تنها چاره‌ای که داشتم که اون حالا هوا رو برای خودم نگه دارم این بود که توی ورزش رزمی بمونم، چه بسا که اون موقع خانوما اجازه ورود به ورزش باستانی رو با زورخانه ها نداشتن، حتی برای تماشا اجازه نداشتن و برای همین بود که پای منم از زورخانه پدرم بریده شد. چون که 7 سالم 8 سالم شده بود میگفتن که نه، ورزشکارا نمیخوان و دختر نباید اینجا بیاد و جای زن نیست. چه بسا که حتی پدرم وقتی که منو دلداری میداد میگفت فقط این نیستش که تو اجازه نداری بیای، اینجا جای بچه ها نیست، ولی تا الان که با من اومدی به خاطر اینکه من دوست داشتم، بچم بودی، دختر خودم بودی و بردمت، ولی ورزشکارها اذیت میشن. که اتفاقا چند روز پیش ویدیویی رو دیدم در اینستاگرام که دیدم که واو، خانوم ها الان
میرن و تماشا میکنن. اجازه تماشا به خانم ها داده میشه الان. و جمهوری اسلامی با اینکه داره سعی میکنه که خیلی فلکسیبیلیتی از ملون. خودش، انعطاف پذیری نشون بده، ولی در نهایت اصل رو نمیشه عوض کرد. اینا یک ریشه پلیدی دارن که این آزادی ها هم خیلی موقتیه، فقط برای اینکه یه چند روزی بیشتر بتونن دوام بیارن. خلاصه داستان اینطوری بود که من عشق زورخانه رو به خاطر اینکه نمیتونستم توش باشه، حقیقتا در ورزش‌های رزمی پیدا کردم. اون آرامش رو در فلسفه ورزش رزمی پیدا کردم و در اون ادامه دادم، چون که انیوی که من که نمیتونستم هیچ وقت باستانی کار بشم در ایران و میخواستم کسی باشم شبیه پدرم و به جامعه کمک کنم، به همسایه ها کمک کنم، به دوست و آشنا کمک کنم و مواظب مردم باشم، که هنوز هم دارم تلاش میکنم جان، برای این هدفی که دارم. آفرین آفرین. نقطه عطف زندگیت پس پدر بود در بله، اصل. بله، نقطه ایشون عطف. پدرم بود، مربیم بود، الگوی زندگی من بودن. چون کسانی که اگر که با ورزش باستانی آشنا باشن، که بهتره که آشنا باشن، چون به نظر من یک پایه‌ای از رسم و رسومات ما ایرانی ها هست و اون فلسفه ایرانی بودنمون در اون کامل دیده میشه که چقدر ما ایرانی ها در اصل چه همبستگی و چه منسجم بودیم و این جمهوری اسلامی چقدر سعی کرده که ماها رو از هم جدا بکنه. چه بسا که الان من در ایران خب 25 6 ساله که نیستم، نمیدونم، ولی اون موقع زیاد طرفدار نداشت. ولی الان وقتی که در سوشال میدیا نگاه میکنم، میبینم باشگاه های ورزش باستانی داره شلوغتر میشه و این جای یه چیز قشنگه، یه جای امیدی برای من میذاره که انگار مردم دوباره دارن برمیگردن به اصل خودشون و روز به روز دارن نشون میدن که این جمهوری اسلامی یک زهری بود که وارد زندگی ما، تار و پود ما ایرانی شد، ولی داره دیگه میره. انگار که دیگه دورش گذشته. مثل کووید چطوریه که دیگه الان ضعیف شده میکروبش، اینم دیگه انقدر ضعیف شده دیگه زورای آخرشو داره میزنه و ولی با این زورای خیلی آخرش قشنگ. همه رو هم داره میکشه و اعدام میکنه. متاسفانه بله. همین بالاخره خبرهای یعنی واقعا متاسف کننده ای که میشنویم همین. دیروز دوباره یکی از وکیلا، جناب آقای علی کردی، خب ایشون رو کشتن و بیتاها خیلی، یعنی اصلا آدم نمیدونه دیگه الان چی بگه. هر چی که میگه اصلا واقعا من بعضی موقع ها زبونم قدرت آوردن این اشخاص رو نداره و بدتر از هر چیز دیگه ای که وقتی که آدم خودش این دوران رو سپری کرده و دیده، خیلی متفاوت تره با اینکه فقط شنیده باشه. که من همیشه تو تمام برنامه ها، تو تمام اینترویو هام، در تمام سمینارهایی که شرکت کردم، چه به فارسی و چه به انگلیسی، همیشه خواستم که مردم این موضوع رو بسیار جدی بگیرن، چون که خیلیا از ایران مهاجرت کردن ولی خیلیا از ایران مجبور شدن فرار کردن و اونایی که نتونستن فرار کنن در بند جمهوری اسلامی هستن. اونایی که در بند جمهوری اسلامی هستن، خیلیاشون زیر خلبارها خاک هستن، خیلیاشون در زندانها هستن، خیلیا هم به اصطلاح آزاد هستن. چون ما در حقیقت یه ایرانی وطن پرستی نداریم که آزاد باشه در ایران، مگر اینکه مزدوران جمهوری اسلامی باشن، مگر اینکه دستشون تو دست جمهوری اسلامی باشه. در غیر این صورت ما شخص آزاد در ایران نداریم، ایرانی آزاد در ایرانمون نداریم. واقعا آفرین. نقطه عطف زندگی تو گفتی و خب نقطه عطف زندگی زیبای تو با پدر شروع شد و از زورخانه شروع شد و به جنگ ایران و عراق و رسید تا به آنجایی که شما به سکوی قهرمانی رسیدی که از اونجا با تأثیر باید بگم، به جای اینکه ماها شاد باد بهت بگیم، به شکنجه و اعدام سفید و در نهایت رنج مهاجرت و داستان تلخ برامون بگو.
چه شد این قصه پررنجی که آه آه. الان شاید دارم بهش لبخند میزنم ولی واقعا خیلی دردناکه. خب من ورزش رزمی رو همیشه ادامه دادم و قهرمان کشور بودم تا زمانی که قهرمان جهان شدم، قهرمان اروپا شدم. یعنی هر سال در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردم، مقام آوردم. و زمانی که من تکواندو رو در تهران شروع کردم و تعدادمون بسیار انگشت شمار بود. خیلیا بودن که اون موقع شوهراشون، برادراشون، فامیلشون کسی بود که کمربند مشکی داشت و به اونها آموزش میداد و اینا یعنی واقعا میگم با بیرحمی تمام کمربند میگرفتن فقط به خاطر اینکه سنشون بالاتر بودن. ولی خیلی کم بودیم. در هر صورت خوب بود حتی اگر که به ناحق کمربندشون رو میگرفتن که گسترش پیدا کنه تکواندوی بانوان و ورزش رزمی بانوان. اه، خب یه ذره زیاد، ولی خب اونا از من همهشون تقریبا میشه گفت 10 سال 12 سالی از من بزرگتر بودن. بنابراین اون طوری که من پیشرفت کردم در تکواندو یه کمی متفاوت تر بود و من وقتی که 18 19 سالم بود دیدم که خب من دیگه اصلا جای یعنی تموم شده بود، چون ما نمیتونستیم مسابقات برون مرزی داشته باشیم، تیم ملی نداشتیم. این آخراش درست شد ولی اصلا تیم ملی معنی نداشت. تیم ملی یعنی اینکه ما بتونیم بریم در مسابقات بین المللی شرکت کنیم. وقتی که ما از کشور نمیتونیم پامونو بذاریم بیرون، تیم ملی به چه درد ما میخوره؟ و برای ما سولوشن، راه حل درست کردن که مثلا از افغانستان یا کشورهای دیگه بیاریمشون در ایران اینا مسابقه بدن. خب اون اتفاق هم نمیافتاد. چه بسا که کشورهای مسلمان، تازه ایران پیشرفته ترینشون بود، مثلا عربستان اون موقع هنوز زنا ماشین هم سوار نمیشدن. ما از کجا کسی بریم اصلا تکواندوها رو اصلا الان که داریم این از قصه رو میگیم کسی میدونه که شما اولین پیشکسوت زنی بودی که راه رو باز کردی برای بقیه دخترای خب ورزشگاه؟ نه، اصلا کسی از دلیلش نسل ما این بود. میدونه؟ بگو خوشگلم. دلیلش همینه که دارم اینا رو میگم. ما دیدیم مثلا عربستان اون موقع زنا حتی حق رانندگی کردن نداشتن. بعد ما حالا تکواندوکار از عربستان از کجا بیاریم؟ از کویت، از دبی اون موقع هنوز خبری نبود. الان اینا همشون واسه خودشون آدمی شدن. اون موقع هیچی نبودن. به نظر من الان هنوز هیچی نیستن. ولی در نهایت وقتی که نگاه میکنیم میگیم که خب پس یعنی برای من راه هم بسته شده بود. و اینکه خب حالا چی کار کنیم؟ خودم میخوام پیشرفت کنم. خب من تا چقدر دیگه هر سال بخوام فقط قهرمان کشور بشم؟ هی مثلا استان تهران با سیستان و بلوچستان، نمیدونم تهران اول، تهران اول. همیشه هم که خب خدا رو شکر تهران همیشه اول میشد. ما دو تا تیم قوی تهران داشتیم. تیم تکواندوی بانوان ایران به شدت داشت پیشرفت میکرد ولی عاقبتی نداشت. خب من همزمان با اینکه تکواندو کار میکردم کیوکوشین کاراته هم کار کردم و سبک وینچون رو هم آموزش دیدم و دانه پنج داشتم. دیدم که خب اونا هم دست کمی از ما ندارن. اونا هم همین مشکلاتی رو دارن که ما داریم، هیچ فرقی نمیکنه. به همین دلیل شینزن ریو با استاد نخعی صحبت کردم، شیهان نخعی، که مثلا خب برای گفتم با بانوان که نداریم، تنها کسی که داره کار میکنه تو هستی. و گفتم خب کیوکوشین کاراته هم با استاد شیرزاد صحبت میکردم، شیهان شیرزاد. خب اونا هم نداشتن. یعنی اینطوری بود که هر کسی خودش میخواد بره مسافرت یه جایی بره مسابقه بده بیاد. یعنی به طور رسمی ما نمیتونستیم هیچ وقت این کار رو بکنیم. تازه هر کی هم بره زیپ دهنش رو بکشه بره، انگار که مثلا داریم میریم مواد مخدر داریم مثلا معامله میکنیم. تا اینکه شنیدم مسابقات قهرمانی اروپا در آلمان هستش و اون موقع من به عنوان مسئول تکواندوی بانوان ایران منتخب شده بودم و دانه 4 تکواندو داشتم. گفتم که خب چیکار کنیم؟ نمیذارن. هر دری هم میزدیم از طریق فائزه هاشمی، از هر دری میزدیم که ما کمیته المپیک داریم. خب از این المپیکمون قراره چیکار کنه؟ کار بکنم. کدوم تیمو قراره به المپیک ببره؟ و میدیم یعنی من کم کم که وارد ماجرا شدم دیدم که ما اصلا سهمیه المپیکی داریم، نمیدونم هر سال این سهمیه ها رو. خب پس اینا کجا داره میره؟ واقعا خب کجا میرم؟
ما اصلا تیم ملی بانوان نداشتیم. تنها تیمی که داشتیم برای بانوان یه تیراندازی بود که میرفت تو المپیک. اگه 56 تا کشور انتخاب میشدن 57. میرفت. این دقیقا همون 56 میه ایران بود. یعنی دیگه اصلا خب این پس این هزینه ها داره کجا میره؟ یعنی فقط برای یه نفر تیراندازی. و این بسیار آزاردهنده بود، چون من سنی بود که دیگه باید میرفتم مسابقه میدادم. میدونید دوست داشتم که پیشرفت کنم، نه تنها من، شاگردای من شاگردای من یا به عنوان مسئول تکواندو بانوان کشور. وقتی که من میرفتم توی شهرهای مختلف که ببینیم امتحان بذاریم، بازآموزی بذاریم، کلاس مربیگری بذاریم، نمیدونم، میدم چقدر همه علاقه دارن و چقدر سریع داره رشد میکنه. خب ما باید چیکار کنیم الان؟ تا کی همینجوری مثل خاله بازی از تهران به اصفهان، از اصفهان نمیدونم به مشهد، از مشهد به اونجا؟ خب بعدش چی؟ خب عاقبت ما داره به کجا میره؟ بنابراین من این ریسک رو برداشتم با هزینه شخصی خودم. گفتم که من میخوام برم به عنوان ناظر مسابقات در مسابقات قهرمانی اروپا شرکت کنم و همین پول رو دادیم، همه کار کردیم، ولی خب خودم هم ثبت نام کردم، در مسابقات شرکت کردم و از اونجا که برگشتم تهران به هزار و یک دلیل داستانهایی که برام درست کردن 72 ضربه شلاق خوردم. و این سری اول بود و من دست پر برگشتم. من دو تا مدال آوردم، هم در مبارزه و هم در فرم، و فکر میکردم که دو با تا حجاب مدال آوردی، شلاقم خوردی. خوردم، به خاطر اینکه میگفتن که این خلاف موازین اسلامی بوده. در صورتی که حتی عکس ها هستش، فیلم ها هستش، من کاملا مقنعه سرم بود، مقنعم تو لباسم بود، لباسم 2 تا سایز بزرگتر از خودم بود، لگین ژیمناستیک من زیر شلوارم بود، نمیدونم، لباسم کاملا بلند بود. واقعا یعنی خفه شده بودم که هیچ وقت من همیشه به شاگردای خودم هم یاد میدادم که توی مسابقه ما داریم میریم، اون مورالیتی، اون انسانیت خیلی مهمه. ما نمیریم کسی رو بکشیمش، که اینا که دشمنای ما که نیستن، ما داریم مسابقه میدیم و تا اونجایی که بشه ما نباید به کسی آسیب بزنیم و فقط باید درست بازی کنیم، مهارت های خودمون رو به رخ بقیه بکشیم، نه وحشی بودن خودمون رو. آره، آفرین. و این موضوع خیلی جالب بود که من در آلمان که مسابقه داشتم، برای اولین بار اصلا تنم داشت میلرزید، به خاطر اینکه اینا داشتن به من نشون میدادن که چطوری آماده شدن. خب من مسئول تکواندوی بانوان کشور بودم. برای اینا خیلی جالب بود که من خودم اونجا حضور دارم و مثلا خودم دارم شرکت میکنم و داشتن که نشون میدادن که ما در چه لولی هستیم. من زانوام داشت میلرزید، به خاطر الهی اینکه من ببین. تصمیم گرفته بودم که این کار انقلابی رو انجام بدم برای زنای ایران. گفتم وای، اینا با این همه امکانات، با مربی کره‌ای برای تو مسابقات مربی خودت هم، شما مربی خودتو، همه چی خودتون. همه چی خودم بودم. الهی بعد ببین. یعنی فکر کنید مثلا من برای خودم، من نرفته بودم مسابقه بودم، من یه مأموریت رفته بودم سرنوشت دیوان. که من گفتم این برای من یک مأموریته که من اومدم اینجا ثابت بکنم به جمهوری اسلامی که ما زنا میتونیم. میدونید و ما باید این امکانات داشته باشیم، ما باید این حق رو داشته باشیم که در دنیا بدرخشیم. بنابراین خب این خیلی وقتی که اینا نشون میدن که چقدر آمادگی دارن. یه مربی کره‌ای داشتن که فقط روی تیم برای کسایی که در مسابقات فرم شرکت میکردن داشت آموزش میداد. مربی داشتن که برای مبارزه فقط آموزش میداد. بعد مربی کمک مربی داشتن. بعد سالن‌های مجهز، همه چی مجهز، اینا یعنی مدت ها تمرین کرده بودن. اه. گفتم یعنی بارها و بارها اینطوری بود که من بهتره که انصراف بدم، بهتره که شرکت نکنم، بهتره که این کارو نکنم، بهتره که اون کارو نکنم. ولی داستان اینطوری بود که گفتم فقط یک راه داری لادن، تو باید ببری. یعنی اصلا نمیدونم انسانیت اینو میگه اونو میگه، نباید وحشی باشی. گفتم یعنی یه ریسکی تکنیکشو کردی بذار. دیگه، که یه آره، دونه یه ریسک. ریسکی کردم و اینه که الان چشم یک جمعیت زیاد و رزمیکار زن الان نشسته ببینه تو چجوری بر میگردی. و
من نمیتونم بیام تکنیکمو به رخ اینا بکشم، چون اینا همه ماشاءالله مثلا از کره اومده. خب من اصلا چیکار کنم؟ مربی کره ای داشتم، مثلا مربی نداشتیم. نه خواهم دانه چهار بودم، خانم مریم عربی ایشون هم استاد من بودن، ایشون هم دانه چهار بودن. بعد خب اصلا ایشون هیچ وقت اویلیبل نبود، اصلا هیچ وقت اصلا نبودن که بخوام به ما چیزی یاد بدن. منم فقط تو باشگاه های پسرونه یواشکی داستان زندگی من حتی خیلی شنیدن. من با کلاه میرفتم مثلا تو امجدیه، تو جاهایی که تکواندو بچه ها پسرا تمرین میکردن، مثل پسرا میرفتم، با لباس پسرونه میرفتم، با پالتوی مردونه میرفتم. هیچ وقت یادم نمیره مثلا بعضی موقع ها با زغال دور لبم مثل سیبیل یا درست میکرد که مثلا بگن که این مثلا پشت لبش سبز شده. میرفتم یواشکی اینجوری کز میکردم، نگاه میکردم تا گندش الهی. در میومد فرار میکردم. من با این شرایط رفتم یاد گرفتم و خودم رو آموزش دیدم، نمیدونم خودم رو بهتر کردم، تو مسابقه ها پیشرفت کردم. من زمانی که مثلا بچه بودم من پا یعنی برهنه. یک تکواندو کار رزمی کاری که الان استاد نفس از اولین زن ایرانیه که داره این مدال رو گرفته، خودآموخته اینا رو شما یاد گرفتی، هیچ آموزش؟ بله دیگه. بگو من متاسفانه چه خبر. نداشتیم. یه جوری دارم میگم انگار من خودم نمیدونم که دختری که تو نسل ما باشه 20 سال پیش به این راحتی بوده، الانه که میان مسابقه دو یواشکی تو کیش میذارن آی به دنیا بگن ببینین ملت آزادن. ببخشید بفرمایید. من یادم خواهش اومد. میکنم. این موضوع ها اولش خب بیشتره، من 25 سال از ایران اومدم بیرون و این قبل از اون من یادم میاد که هر وقت میخواستم مثلا کلکچال برم ما اجازه نداشتیم اون موقع، تنهایی دختر تنها اجازه نداشت تو پارک بره برای کوهنوردی، یا توی پارک جنگلی ها دختر اجازه نداشت بدون بله. پدر مادر برادر دایی محرم. یعنی کمیته. واقعا ما رو به چشم نمیدونم چی نگاه میکرد این جمهوریت و هنوز هم. من گول این آزادیایی که دارن موقتی به زنا میدن که هر روزم به ازاش داره چند نفر رو جونشون رو میگیره، به اینا گول اینا رو نمیخورم. ولی من باید طوری میرفتم تو پارک جنگلی میدویدم قبل از اینکه اصلا بخواد کسی بیاد منو بگیره. یا پارک نیاوران یه حوضی داشت، من باید دور اون زمانی میرفتم میدویدم که خودم رو آماده بکنم که کسی نباشه بیاد منو بگیره. یا کوه کلکچال مثلا من فیلم های راکی زیاد میدیدم و پا برهنه میرفتم کوهنوردی میکردم. من باید زمانی میرفتم که پا برهنه بودن من یا شلوارمو میزدم بالا که مثلا بخوام از روی اینا کوهنوردی بکنم، نیان منو گیر بدن بگن که چرا داری تنها میری، بعد چرا اصلا پات پیداست، حتی من مچ پات چرا شلوارتو زدی بالا. من سالها نوروز رو الان یه دفعه یادم افتاد تو پارک جمشیدیه تو کوه کلکچال اونجا جشن گرفتم و این برای من یک افتخاری بود. یعنی من با برگ درختها خودم رو آموزش دادم و یاد گرفتم و هنوز هم وقتی که یه درخت یه برگ یه جایی میده تو محل کار خودم این گلدونه وقتی که برگاش آویزون میشه من با پام میزنم، هنوز اون دوران تو ذهنمه. و اینها رو ما پشت سر گذاشتیم. این صحبت من برای بچه های امروزه که آفرین. اگر شماها الان این آزادی رو دارین، اینها رو ما پشت سر گذاشتیم. و من روزی که مسابقه داشتم برای قهرمانی اروپا گفتم چشمت رو تمام اینا ببند، تو باید دست پر برگردی وگرنه برگردی جمهوری اسلامی روزگار تو سیاه میکنه. میگه رفتی مسابقه دادی باختی. تازه اینطوری هم بود که خیلی خوشحال بودم که تیم 8 نفره مرداشون فکر میکنم همهشون در جمع 4 تا مدال نیاوردن. من یه دونه زن اومدم با 2 تا مدال برگشتم که اگه بیشترم بود فکر کنم میگرفتم، چون همین تو 2 تا رشته مسابقه و مبارزه و فرم بود. فکر میکردم که خیلی کار درستی کردم و وقتی که برگشتم خب متاسفانه به این شکل با هم برخورد شد. ولی نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که بعد از اینکه این دوره تموم شد نزدیک فکر کنم 4 ماه 5 ماه بعدش من یک دعوتنامه، شلاقم هم خورده بودم نمیدونم زخمم هم خوب شده بود، برای من دعوتنامه برای مسابقات قهرمانی جهان اومد که وقتی که فکرشو کردم گفتم که خب الان مگه توی این مسابقه شرکت بکنی چی میشه؟ برم نرم؟ خب نه باید برم، میخوام برم، باید برم.
و داستان اینطوری بود که گفتم چی میشه برگردی، بودم برمیگردم دوباره یه داستان دیگه واسم درست میکنن، یا قبول میکنن و ورزش بانوان آزاد میشه، م. و یا اتفاق دیگه ای که میفته 72 ضربه علاقه دیگه است. آفرین. ولی من دارم میرم برای قهرمانی جهانی. موضوع اینه که جمهوری اسلامی ترس همه رو یک کاری کرده که ریخته، کسی دیگه نگرانی نداره. یعنی بلایی نیست که سر که مردم توی این نیومده. به سر مردم نیومده باشه که بخواد کسی غافلگیر بشه. میدونید دیگه هیچ، یعنی اصلا دیگه کسی یه طوری میشه که اون طرف بیمه عمر میشه. منی که الان اینجا نشستم چیزی نیست که در آمریکا بخواد دل منو بلرزونه، یا آفرین. کسی یه کاری بکنه منو نگران کنه، حرف بیهوده‌ای بزنه که دلم رو بشکونه. و چون جمهوری اسلامی کارایی کرده با من که همه چی هنوز خیلی خوبه. بله. میدونید هنوز همه چی خیلی خوبه. مسابقات قهرمانی جهان رو رفتم و شرکت کردم. در این دوره مسابقات هم خب من 2 تا مدال آوردم، قهرمان جهان شدم. خب یه آرزویی بوده که همیشه از بچگی فکر میکردم من مثلا میشه یه روزی برم مسابقه بین‌المللی بدم. خب سال 2000 این اتفاق افتاد و واقعا این آرزوی همیشگی من بود. اینجا. و هم قهرمان اروپا شدم هم قهرمان جهان شدم. که واقعا اون موقع همیشه میگفتم که اگر پدرم بود فکر نمی کنم بیشتر از این چیز دیگه از من انتظار. دخترش هم قهرمان اروپا شد هم قهرمان جهان شد و نام پدرم بالا رفت، همایون صفت. و از همه مهمتر اینه که پدرم همیشه برای مردم کشورش زحمت کشیده، چه در دوران جنگ چه تو محله پامنار در زورخانه نجات دست خیلی ها رو گرفت و همیشه دوست داشت که به مردم کمک بکنه. و همیشه میگفتش که لادن وقتی که سری اول که من مقام بردم قهرمان کشور شدم خب خیلی برای من گل آوردن، به من پهلوان گفتن و خیلی احساس قشنگی بود. برای من جایزه می آوردن، طلا، گوشواره، علنگو. و م. بچه بودم خیلی قشنگ بود برای من. شاگردای پدرم خیلی واقعا منو لوسم میکردن و از بچگی به من میگفتن پهلوان لادن. و بعد که مقام آوردم گفتن چیزی دیگه واقعا الان پهلوان شدی. پدرم هیچ وقت یادم نمیره، فکر کنم موقع 7 سال یا 8 سالم بود اولین باری که توی مجله ها اسممو نوشتن و دوستای پدرم می آوردن با شیرینی و کیک و اینا گل و میگفتن که آره اسم تو اینجا دیدیم. روزنامه ها رو میخریدن و برای من می آوردن. الهی بگم. و به من وقتی که و خیلی از شاگردای پدرم برای من مثلا تبریک گفته بودن توی روزنامه ها. و وقتی که اینا رو پدرم همه رو بغل هم میذاشت گفتش که لادن باید خیلی از الان به بعد حواستو جمع کنی. گفتم چطور؟ گفت ببین وقتی که به یک کسی لقب پهلوان میدن اون آدم دیگه آدم خودش نیست، اون دیگه اون آدم اختیار این که برای خودش کاری بکنه نیست، اون آدم دیگه وقف جامعهشه. و روحشون شاد باشه. اون موقع من بچه بودم ولی هرچی بزرگتر شدم دیدم که این چقدر معنی داره و چقدر برای من ارزش داره. و تا به همین امروز میشه گفت من خودم رو وقف مردم کردم و یک ثانیه هم فکر نمی کنم روزی بشه که من از این احساسی که داشتم و از این تصمیمی که گرفتم بتونم قدمم رو عقب تر بگذارم. و ایشون درست میگن کسی رو که حالا چه به شوخی چه به جدی کسی که نامش تو دهن مردم میره و مردم صداش میکنن و اسمش رو صدا میزنن، اون شخص به خودش دیگه تعلق نداره. اون شخص دیگه یک یک کوله بار مسئولیت رو داره. اون شخص دیگه مال مردمه، اون شخص نماینده مردمشه و نمیتونه هر کاری که دلش بخواد انجام بده و هر جوری که دلش میخواد فکر کنه. اه، هیچ وقت یادم نمیره میگفتش که ببین همین الان دیر نشده، یا باید همین الان تصمیم بگیری قدمت رو عقب بگذاری یا تصمیم بگیری مسئولانه جلو بری.
گفتم چطور؟ گفتش که ببین تو دیگه الان به عنوان یک کسی که الگو هستی، مثلا تو اجازه نداری که آدامس بجوی. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه یک دختر الگوی جامعه آدامس نباید بجوه، باید این یه چیزاییه که یه خوشیاییه که تو باید ازش صرف نظر کنی. تو خیلی کارا دیگه نمیتونی بکنی چون به عنوان یک آدم مسئول نمیتونی انجام بدی. یکی از چیزاش این بود که منو همیشه میبردن ساختمون پلاسکو و یه جایی بود یه محله به نام کویتی ها، اینا لباسای آره. خارجی و لباسای برای اونجا می آوردن و میگفتش که تو دیگه، بعد میرفت منو برد برای عید خرید کنیم یا برای مدرسه یا خاطرم نیست، گفتش که ببین نگاه کن، تو اگر بخوای بری الان همون کارا رو انجام بدی، همون چیزا رو بخری، تو دیگه پهلوون لادن نیستی. گفتم چرا؟ راست و به میگی. خاطر اینکه مردم خیلی یا دخترایی مثل تو هستن که اینا ندارن و تو باید با اونا شریک بشی. و این به دل من میشست، گفتم نه منم میخوام همین کارو بکنم. اینی که مثلا اگر 1000 تومن من داشتم که بخوام خرید عید باهاش بکنم، این 1000 تومنم رو باید به 100 قسمت تقسیمش میکردم که هر کسی بخواد داشته باشه. هیچ وقت یادم نمیره مثلا من که تمام لباسای برند و چیزای خوب میپوشیدم، باید مثلا میرفتم همه چیا رو ارزون ترین جوری که بود میخریدم. گفتم نمیشه که نصفش مال من باشه، نصفش رو برم اینا رو بخرم. گفتش که تو به عنوان یک پهلوان میخوای که تو بهتر داشته باشی از بقیه یه دخترای همسن و سال خودت. من اینطوری ایشون بار آوردن. و همیشه میگفت از امکاناتی که داری باید به عنوان یک شخص مسئول درست استفاده کنی و خودت رو پرورش بدی و بتونی به این مملکت خدمت بکنی. و من همیشه حرص یاد گرفتن و پیشرفت رو دارم، چون که همیشه احساس میکنم که من الان این امکاناتی که دارم باید ازش درست استفاده بکنم، وگرنه اه، جای یک کسی رو گرفتم. حداقل اگر که من اینجا هستم باید درست باشم. قهرمانی جهانم که شرکت کردم، بله، 2 تا مدالمو گرفتم، برگشتم به این امید که یا ایران میفهمه و یا خب باز 72 ضربه شلاق، ولی حداقل من قهرمان جهان شدم. و شاید یه روزی فهمید. یه موضوعات پیچیده این وسط هست که طولانی، فکر نمی کنم در این زمان یه بشه هفتاد و جا دو داد. ضربه شلاقت رو که گفتی. آره اون بود. وقتی که برگشتم به جای اون، خب من 3 روز منو توی یه قفس نگه هم داشتم. بعد از اون همینطوری پشت هم اومد. 2 بار منو اعدام مصنوعی کردن. و واقعا سری اول احساس مرگ به هم دست داد. یعنی آه. من از زیر بغلم به پایین، از وسط ستون فقراتم بی‌حس تا 2 هفته 3 هفته حالت فلجی داشتم. و واقعا احساس مرگ میکردم. یعنی برای همین وقتی که کسانی میشینن میگن که چیه چی جوری، یا مثلا وقتی که در مورد اعدام ها، در مورد پانیشمنت ها یا شکنجه ها، تورچر هایی که میشه صحبت میشه، من الان همین الان تمام تمام توی بدنم داره میلرزه دارم اینا رو میگم. ماه بعدش که دیگه مسابقات قهرمانی جهان بود که برای اونا هم شرکت کردم و اه، وقتی که من وارد آلمان شدم برای قهرمانی جهان، خب فکر میکردم که وقتی که برگردم یا همه مشکلات حل میشه و ایران هم بالاخره تیم بانوان خواهد داشت در حد بین المللی و این آزادی رو دیگه ورزش ایرانی بانوان ایران خواهند داشت، یا اینکه در نهایت 72 ضربه شلاق دیگه است و این دفعه خب من میدونم که چی کار کنم که زخم کمتری داشته خدا باشم و بگم. یا درد کمتری داشته باشم، ولی ارزشش رو برای من داشت. وقتی که آلمان اومدم، خب مسابقات رو دادم و برنده شدم. به یونان رفتم. در اونجا البته قبل از یونان من دعوت شدم به مسابقات قهرمانی جهان، اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان امریکا که در لس آنجلس بود، در همین جا بود. گرند مستر کیم که ایشون اولین زن تکواندوکار دنیا هستن، ایشون هم در کره جنوبی رولوشن کردن، یک انقلابی کردن که اصلا تکواندو اجازه داشته باشه زنها هم کار کنن. و ایشون در امریکا زندگی میکنن، در لس آنجلس هستن و الان هم واقعا برای من یک مادر هستن.
جان دلم. و خیلی یعنی داستان قشنگیه. و ایشون، من اون موقع خب اصلا ایشون رو که چه میشناختم، دعوت کرده بودن که من چون قهرمان اروپا شدم و همون موقع قهرمان جهان شدم و چون از ایران و تکواندوی ایران همیشه زبان زد بوده و هست. یه نکته و هم بگو که چند سالت بوده؟ بله. چند سالتون بوده؟ من اون موقع که در مسابقات شرکت کردم 20 21 سالم، 20 سالم، 21 سالم بیشتر نبودش. و ایشون منو دعوت کردن به امریکا که تکواندوی ایران برای اولین بار تیم زنا داره و این تیم حالا یه نفره تو تیم زنشون، و این قهرمان اروپا شده و قهرمان جهان شده و ما الان میخوایم که در افتتاحیه اولین دوره مسابقات تکواندوی بانوان امریکا این هم شرکت کنه. برای من یه جوری دور از تصور بود و اینکه به امریکا هم اومدم. داستان داره، اینا خیلی داستانهای پیچیده داره، من فقط دارم الان تون میگم میرم. یعنی مهمترین و تکان دهنده ترین لحظه ای که توی زندگیت باید باشه شاید همین باشه که واقعا همه چی رو تغییر داد، یا نه؟ نه آره، وقتی که اینجا اومدم متاسفانه در مسابقات لس آنجلس نتونستم شرکت کنم به خاطر اینکه خانوادم رو تهدید کرده بودن. یعنی من رو تهدید کردن به خاطر خانوادم، چون وقتی که کسی اومد به من گفتش که با این کار احمقانت داری جون خانواده در خطر میندازی، نه مادرت میدونیم کجاست، دختر برادرت میدونیم کدوم مدرسه میره و همه چیا رو میدونستن و تو با این کارت داری همه رو به خطر میندازی. خب من متاسفانه نتونستم مسابقات رو در آمریکا در لس آنجلس آه. شرکت کنم و برگشتم آلمان که برگردم ایران. به یونان سفر کردم و اونجا میتونستم در تیم یونان برم، چون میتونستم پناهنده یونان بشم و به من گفتن که اگر که اینجا بمونی با توجه به اینکه تو قهرمان اروپا شدی و یه همچین جنجالی شد و تو رو شلاق زدن، این بار برگردی ممکنه که خیلی بیشتر برات گرون تموم بشه. و من فکر میکردم که اینا فقط به فکر خودشونن، چون مثلا میگن که خب این که تونست چند دوره مقام بیاره این بمونه اینجا. گفتم که نه، من به عنوان یک زن ایرانی این مسئولیت من بوده و من باید این دستاورد رو برای کشورم ببرم و من فقط زیر پرچم کشور خودم مسابقه میدم و من هرگز حاضر نیستم که بخوام یک یونانی بشم که در المپیک 2004، المپیک در آتن بود، به من نشون دادن، داشتن اون موقع استادیوم رو میساختن، گفتن اینجوری میشه، اینطوری میشه، اینجوری کار میکنی و تو 4 سال دیگه به عنوان یک سیتیزن یونانی برای یونان مسابقه میدی در المپیک. گفتم من اصلا امکان نداره برای یونان مسابقه بدم، من ایرانیم و برای ایران مسابقه میدم. و من تمام این کار رو کردم برای اینکه ثابت کنم و کشور من نمیدونه که زنها چقدر توانایی دارن و من اینو ثابت کردم در توی کمتر از 8 ماه 9 ماه که بدون هیچ تمرینی، بدون هیچ امکاناتی من هم قهرمان اروپا شدم و هم قهرمان جهان شدم. و اینطور نیست، خیلی محکم و خیلی با ایمان قوی برگشتم ایران. برگردم تو قفس، کتک، شکنجه روانی، و 2 بار منو حلق آویز کردن، ولی نه اینکه آویزونم کنن. اینطوری بود که تناب دار رو وقتی گردم انداختن، وقتی که این اهرم رو کشیدن، اهرم زیر پای من نبود، یه اهرم دیگر رو کشیدن، من که چشم بسته بود و فکر میکردم که من آویزون کردم و به خاطر اون صدا من افتادم. و خیلی لحظه بدیه، یعنی واقعا هیچ چیزی نیستش که آدم بخواد بهش بگه. و من هیچ وقت یادم نمیره به قدری حالم بد بود احساس کردم که خب الان مردم نمردم، جریان چیه، دارم خفه میشم ولی خفه نشدم. یعنی یک چیز خیلی بدی. امیدوارم که هیچ کسی این رو، هیچ انسانی، هیچ جانداری در دنیا این رو تجربه نکنه و امیدوارم که واقعا جمهوری اسلامی واقعا از صحنه روزگار حذف بشه که یک همچین بلاهایی رو داره سر ماها میاره.
و من الان یک بازمانده ایم که دارم میگم، ولی خب خیلی ها رو جونشون رو گرفته، یا خیلی ها این شرایط رو ندارن که بخوان در موردش صحبت کنن، چون که خب به اندازه کافی الان یا اون طرف بیمار روانیه یا اسکیزوفرنیا گرفته، با یه PTSD بسیار بد داره زندگی میکنه، از زندگی محروم شده. و این رو باید بگم، یادتون نره، الانم فکر میکنم فرق نکنه، ولی اون موقع اگر یک دختر حتی پلیس میگرفتش میبردتش اداره پلیس، دیگه اون لکه ننگ بود برای اون خانواده که دختر فلانی پلیس بردتش، یه شب توی پلیس مونده. بعد فکر کنید من آرزوی مرگ میکردم، فکر کنید هیچ وقت مشکلات و بلاهایی که سر من اومده خانواده من، خاله، عمو، عمه، اینا نفهمیدن، چون که خیلی آبرومون میرفت اگر میفهمیدن. آبروتون تازه میرفت که ببینید، خوش فکر کنید من علاق تو خوردید یک خدای. خانواده بسیار متعصب من بزرگ شدم که همیشه محکوم شدم به این که پدرش خیلی کوچیک بوده. این دختریه که پدرش وقتی خیلی کوچیک بوده پدر بالا سرش نبوده. برادر بزرگ من همیشه سعی میکرد که به سختترین قوانین رو برای من پیاده بکنه که نکنه بگن برادرش بی غیرت بود. میدونید نام خانوادگی ما لکه‌دار نشه. من کتک هایی که از خانواده خوردم تو دوران مسابقاتم از هیچ کدوم از این رزمی کارا نخوردم. ولی هدف داشتم، خودم رو میشناختم. این یک یعنی بی نهایت من باید و نباید ها داشتم، چون پدر عزیز من وقتی که 10 سالم بود پدر من سکته کردن و من از 10 سالگی تا 17 سالگی ایشون رو پرستاری میکردم. جان. و 17 سالگی پدر من خب از دنیا رفتن و من واقعا تنها شدم. از سن 10 سالگی چون پدر من دیگه نمیتونست مثلا با من باشه، منو مواظبت بکنه، خب خیلی فشارها روی من بود. فکر کنید تمام این فشارها رو من با خودم کشیدم، رفتم جلو، پدرم رو از دست دادم که واقعا برای من دردناک بوده، رفتم راه ایشون رو ادامه دادم، سعی کردم که یک خدمتگذاری برای جامعه باشم و مبارزه کردم برای حق و حقوق زنای دیگه و حتی حق و حقوق همه، نه فقط اینکه باشه که فقط برای زنا باشه. کار کن، کمک کن، پول جمع کن، زلزله میاد، سیل میاد. سعی کردم راه ایشون رو جلو برم، ولی حتی به من اجازه این که در اون کشور بمونم زنده و کار درست انجام بدم و فقط به کشورم خدمت بکنم رو هم از من گرفتن. بعد از اینکه منو اعدام، 2 دفعه اعدام مصنوعی منو کردن، که واقعا میگم برای من بسیار دردناک بود. یک، زنده بودنم برای من درد داشت. چرا؟ چون من میدونستم که اگه برگردم خانواده منو نابود میکنه، همون برادر منو میکشه. چون من یک ننگی بودم توی خانواده که مثلا این رفته زندان، این شلاق خورده، اینو بردن، کی دیگه با این ازدواج میکنه، کی دیگه این میشه. اون موقع الانم نمیدونم، ولی خیلی بد بود. و اون خانواده طرد میشد و حق میدم که چرا اینا اینقدر اذیت شدن، به خاطر فشارهایی که جامعه روی اینا گذاشته. ولی چرا باید مردم اینقدر ساکت باشن که بذارن یه همچین اتفاقاتی بیفته؟ مگه من چیکار کردم؟ من پرچم کشورم رو بالا بردم، من برای هم نوعان خودم مبارزه کردم و این حق طبیعی ما بود، نه حق طبیعی من از همون سال تو 2000 تا بدون به این هیچ امکاناتی، یک امکان بدون هیچ دولتی. ببین امکاناتی. این سرنوشتی که شما الان میگه، من سرنوشت یه پسر نازنین از نخبا، آقای محسن بهمنی هم همینطور، خودش به تنهایی اومده به همین سرنوشت. شما سرنوشت یک پهلوان بانوی ایرانی که اومدی الان برای ما با مدال رزمیکاری گرند 8، اگر درست بگم و در اون مدال، 8 خود. این مدال نیست. مدال ولی در مسابقات وقتی که شرکت میکنید مدال میگیرید، ولی وقتی یه کسی مثلا دانه 8 میگیره در رشته ای، اونم مثلا در تکواندو، کونگ فو یا مخصوصا پلیس مارشال آرتس، یک حالت ارتشی نظامی داره و دیگه از اون حد تفننی و نمیدونم یه چیزی که دوست داشته، علاقه داشته، گذشته، باهاش تعهد میاد. و ما هم که دیگه تعهدمون از بچگی به پدرمون داده بودیم در گود زورخونه،
چیزی رو تغییر نداده. این داستان دانه هشت اینه، یعنی کسی که باید ثابت بکنه 40 سال الان به درجه استاد بزرگی رسیده و این استاد بزرگ تعهدش داره روز به روز بیشتر میشه و بعد نشون بده که چه کاری داره برای جامعهش میکنه و چقدر مفیده. این داستان گرند مستر یا استاد بزرگ از این میاد، چون قهرمانی هر کسی میتونه قهرمان بشه. اتفاقا در برنامه آقای میبودی گفتم در 1 سال شما یه شاگردی رو من بدید، اگر که من بدونم که این تواناییش رو داشته باشه، ظرف 1 سال این بچه رو میکنمش قهرمان جهان، قهرمان المپیک هم میشه بعدش. چون به تمرین و برنامه هایی که باید برای اون درست کرد و این کار آسونی نیست، کار سختی نیست. فقط اون طرف باید بخواد و ددیکیشن داشته باشه، این تعهد داشته باشه و بخواد کامیتد باشه، تعهد داشته باشه. ولی کسی بخواد بره دانه هشت بگیره یا استاد بزرگ بشه، اصلا به 1 سال 2 سال 10 سال نیست. این شخص باید دوره ها رو سر زمانهای مشخص گذرونده باشه. یعنی از مشکی، کمربند مشکی، یعنی یک سرباز تا مشکی بگیره 4 سال میکشه تا تازه فقط بخواد بشه یه سرباز. ولی از اونجا بخواد بره یه درجه بگیره، یعنی کمربند مشکیشو بگیره، بعد بره دوشو بگیره 2 سال، بعد 3 سال، بعد 4 سال، بعد 5 سال، یعنی هی از 4 سال، بعد از اولین 4 سال یه 2 سال اضافه میشه، بعد 3 سال اضافه میشه، بعد 4 سال اضافه میشه، بعد 5 سال اضافه میشه، بعد 6 سال، بعد 7 سال، بعد 8 سال. همه اینا رو بقیه هم بچسبونید 40 سال میشه تا دانه هشت تو بگیری. و این راهی نیستش کسی بتونه مثلا زودتر به کسی اینو بدن. آفرین. برای همین اون فرق میکنه، مدال نیست، اون یک سرمایه‌ایه که من گرفتم برای آلمان و این امتحان رو دادم، به خاطر اینکه در 3 رشته تکواندو، کونگ فو شاولین و پلیس مارشال آرتس من تونستم دانه هشتم رو بگیرم، که اولین زنی بود، که اولین زن زیر 50 سال در جهان هستم که تونستم این مقام رو بگیرم. چرا رفتم کردم؟ به خاطر اینکه احساس میکردم این کار از دست من برمیاد و من میتونم این کار رو انجام بدم و گفتم بذار این اتفاق بیفته و این اپورتونیتی که هست از بین نره و بذارید که باز هم بگن اون زن هم ایرانی بود. برای امیدوارم همین اسمت بره به زودی تو لیست اولین زن جهانی که زیر 50 سال دانه هشت رو گرفت. در سه باید رشته اسمش ما رو دانه بره. هشت داریم ولی در 3 رشته نداریم. چرا؟ و این قضیه برای این بود که واقعا خوشحالم که به عنوان یک ایرانی این کار کردم. ولی ایران بلایی رو که سر من آورد زمانی که من بعد از 3 بار اعدام مصنوعی زنده بیرون اومدم و واقعا خیلی دردناک بود. تعهدی که از من اینا گرفتن این بود که ببین هر کاری دلت میخواد برو بکن، از الان به بعد فقط زیپ دهنتو بکش، خودتو انقدر تو دردسر ننداز. ببین این همه سوء تفاهم هایی که به وجود، سوء تفاهمی من به وجود نیاوردم، من رفتم مسابقه دادم مقام آوردم. یعنی هیچ وقت یادم نمیره که من همیشه اینو تو تمام اینترویو هام گفتم که میگن اعتراف اجباری ولی من میگم اعتراف تحمیلی. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه شما رو وقتی که یه کار اشتباهی میکنید یه کسی مجبورت میکنه که به کار اشتباهی رو که کردی اعتراف کنی، آفرین. مجبورت میکنن اعتراف کنی که من این کار کردم. ولی اعتراف تحمیلی متفاوته، یعنی اینکه هر چی من میگم تو باید بهت تحمیل بشه و تو باید قبول کنی و اونو اعتراف کنی. هیچ وقت یادم نمیره وقتی که من داشتم مینوشتم که بنویس همه رو، دیدم خب من چی بنویسم، چی بنویسم؟ خب من قهرمان جهان شدم، این برخلاف قوانین جمهوری اسلامی بود. خب چرا بود؟ مگه چرا بود؟ اصلا چرا برخلاف قوانین جمهوری اسلامی بود؟ من حتی حجاب داشتم، نبود، اونم نبود. که اونا میگن همش داستان داره، چون من برای همه اینا مدرک داشتم از قوم. یکی از این علمای قوم نامه نوشته بود که این لباس تو کاملا رسمی و اسلامیه و پوشش تو هیچ مشکلی نداره. سر همونم نتونستن اینا منو بکشن، و اینو جون میکشتن. رو من داشتن. و بعد از اون تعهد من گفتم که خب اینجا دقیقا من چی کار کرده بودم. ازشون میپرسیدم که چی بنویسم، گفتم میشه من بگید من میخوام دقیقا همون چیزی، همون مشکل، همون اشتباهی رو که کردم اینجا بنویسم، من چی کار کرده بودم دقیقا. به من دیکته میکردن من مینوشتم، وگرنه اصلا میمونم من این همه کار کردم، اینا چی هن که من دارم مینویسم.
که بعد از اون به من گفتش که ببینی که از این به بعد برو کاراتو انجام بده ولی دیگه زیپ دهنتو بکش. که من مثلا میموندم سری اولم که شلاق خوردم همینو بهم گفتن، گفتن تو برو کاراتو انجام بده ولی هیچی نگو. من میگفتم خب من اگه برم کارامو انجام بدم شاگردام چی، بقیه چی؟ من الان نماینده تکواندوی بانوان ایرانم، بس فقط من برم؟ خب اینا رو میخوام ببرم، اینا شاگردامن، اینا منو دوست دارن، من اینا رو دوست دارم، من به اینا تعهد دارم، پس اینا چی میشن؟ میدونید که رفتم قهرمانی جهان، برگشتم باز همین شد. بعد برگشتم گفتن تو برای اینکه بخوای کارو درست بکنی و این از این چیزایی که بلدی یا هر چیزی که هستی برای کشورت استفاده بکنی، تو باید به نیروی مثلا ما آخه نداشتیم اون موقع ارتش بانوان، ما نداشتیم، همین الانش هم ما نداریم. یه 4 تا آه. آدمای فاسد، زنای فاسد اونجا هستن که از خودشون هم، وگرنه ما ارتشی زن تو ادارجات داشتیم ولی ما نظامی زن نداشتیم. بعد من اون موقع احساس خیلی بدی بهم دست داد، احساس اه، واقعا گناه داشتم که اگر این چنین بوده خب چرا من اصلا نرفتم تو ارتش؟ اگر من انقدر میخوام خدمت کنم خب منم میرفتم یه نظامی میشم. بچه من هیچ وقت نفهمیدم، من اصلا از بچگی با اینا بزرگ شدم. بعد چطور من نمیدونستم که ما نظامیان زن هم داریم؟ گفتم خب اگه اینطوریه من اصلا راهمو اشتباه رفته بودم از اول، قبول کرده بودم که اصلا چقدر من اشتباه کردم، من باید میرفتم ارتش، آه. ارتشی بودم الان. بعد ما رفتیم شروع کردیم با آموزش، دیدیم که اینا هیچ کدوم ایرانی نیستن. بعدا فهمیدم که من 3 ماه با اینا کار کردم و متوجه شدم که اینا نیابتی های جمهوری اسلامی هستن، باز. از لبنان، از فلسطین، از سوریه. تمام این تروریست هایی که در ایران میان آموزش میبینن و به عنوان ایجنت به کشورهای دیگه فرستاده میشن و منتظرن که مأموریت بگیرن و برن مأموریت انجام بدن. وقتی که من دیدم که اینا هیچ کدومشون فارسی حتی بلد نیستن حرف بزنن، مثلا میپرسیدم که یه خانمی بود واقعا طول و عرضش رو نمیشد گفت، یه قشنگ گرد بود، فکر کنید مثلا سرهنگم بود ولی مثل یه توپ بسیار بزرگی بود، سرهنگ موسوی. گفتم که اه، سرهنگ مثلا با اینا نمیتونم صحبت کنم، اینا هیچ کدومشون ایرانی نیستن. گفت ببین ایناش با تو هیچ ربطی نداره، تو کارتو انجام بده. خب من چی جوری یاد بدم به اینا باهاشون بدم. حرف بزنی؟ پات رو گلیم دراز نکن، به اندازه کافی تو اشتباه کردی. و این همش تهدید بود. بعد جاها متفاوت بود، مثلا هر دفعه منو یه جا میبردن، اصلا هر جایی یه چیزی بود. بعد یه طوری شد کمتر از 1 ماه من داشتم با اینا آموزش میدیدم. من دیگه الان باید برای چی با اینا آموزش ببینم؟ اینا که گفتن که من باید به اینا آموزش بدم. بعد باید میرفتیم مثلا سیم خاردار کات کن، سینه خیز از اینجا برو کوه دماوند از اونجا با پاراگلایدر بپر پایین، با هلیکوپتر برو از واقعا اینا منو دارن کجا میبرن؟ من دارم با اینا کجاها میرم؟ هیچ نمیتونم من به هیچ کسی چیزی بگم که چه؟ با یکی از دوستان پدرم که ایشون فوت کرده، ایشون همیشه خیلی مواظب من بودم، با ایشون هماهنگ کردم که ایشون گفت با من تماس نگیر، اما من خودم در تماسم، که اینا ظرف چند روز برای من شرایطی رو فراهم کردن که من بتونم از ایران فرار کنم. که میگم یه داستانای خیلی مفصلی داره، به این آسونی ها نبوده، من مهاجرت نکردم، من مجبور شدم که فرار کنم. و وقتی که آلمان اومدم خب برگشتم آلمان به دلیل اینکه آلمان راحت ترین کشور بود که بخوام بهش پناه بیارم، چون ویزای شینگن زیاد داشتم به خاطر اینکه توی 1 سال چندین بار مسافرت کرده بودم. و اینطوری شد. و در آلمان من خیلی از بچه ها همیشه دوست داشتن که مثلا من کمکشون کنم بیان، تا اونجا که در توانم بوده تو اون 7 سال 8 سالی که در آلمان زندگی کردم خیلی ها رو کمک کردم، خیلی از پناهجوها رو بهشون کمک کردم و براشون تو دادگاه رفتم، قسم خوردم که بتونن اونجا بمونن. و خب من خیلی سریع پناهندگیم در آلمان قبول شد. ولی دوستان اصلا آسون نیست، ما باید کشورمون رو پس بگیریم به آفرین. دلیل اینکه این سولوشن نیست، این راه حل نیست. چه بسا که توی همون پناهگاه ها اتفاقات خیلی بدی میفته.
این داستان کوتاهی نیست که من بتونم اینا رو همه رو بگم. همونجا دختر جوونی از اهواز توی کمپ پناهنده ها تو کشور آلمان، فکر کنید این فقط برای اینکه آزادی اجتماعی داشته باشه مهاجرت کرده بود و اعلام پناهندگی کرده بود، پناهندگی اجتماعی قبولم، حالا دیگه anyway کشتنش. توی کمپ پناهنده ها توی آلمان به دست پسرایی که توی کمپ بودن، چون کمپ های پناهندگی اصلا جای امنی نیست برای همه، به خاطر اینکه هر کسی که حتی جنایت هم کرده و از کشورش فرار کرده توی اون کمپ های پناهندگی اونجا داره زندگی میکنه، ولی الان آزاد. تمام تروریستایی که از 7 اکتبر فرار کردن همشون تو بلژیک و اینا همشون نیستن، خانواده بختیاری الان میگفتن. همه اونجا با همدیگه قاطی هستن تا زمان اینکه کیسشون، اون پروندهشون برنامه‌ریزی بشه و بخواد جوابشون از دادگاه بیاد. کسی از کسی جدا نیست، همه با همن. مثل یک زندانیه که زندان به نظر من امنیتش بیشتر از کمپ‌های پناهندگیه، به دلیل اینکه حداقل جداست و همه چی داره مانیتور میشه، زیر نظر کسیه. کمپ پناهندگان همه همینطوری با همن و توی اون کمپ دارن آزادانه زندگی میکنن، فقط از یک محلی نمیتونن بیرون برن و باید اجازه بگیرن. بنابراین خیلی ناامنه. خیلی از شماها برای من پیام میفرستید روی سوشال میدیای من، روی اینستاگرام من، و از من میخواید که کمکتون بکنم از ایران بیاید و من جوابم همیشه نبوده. من اگر میتونستم زنده بمونم توی اون کشور و خدمت کنم، هرگز برای من انتخاب نبود ترک اون کشور و میموندم و مبارزم رو ادامه میدادم. ولی اینه که از اون کشور فرار کنید فکر نکنید که یک راه حل درستیه. ببینید من الان 25 سال از اون کشور اومدم بیرون، یک روز خوش نداشتم و تمام دارم تلاش میکنم. خیلی ها میگن الان که در آمریکا هستی، در کالیفرنیا، بله، من در بهترین جای دنیا هستم، در بیولی هیلز هستم، هنوز دارم کارم رو میکنم، آزادی دارم، پول دارم، همه چی دارم، ولی هر چی دارم کف دستم گذاشتم و دارم مبارزه میکنم برگردم خونه. اینو یادتون نره، مگر اینکه اصلم و ریشم و یادم رفته باشه. خیلی ها میگن که چطور ممکنه که در مورد مسائل ایران انقدر صحبت میکنی؟ چون باید صحبت بکنم، چون میخوام برگردم خونه. چرا در مورد موضوعات مختلف، مثلا هنرمندا یا ورزشکارایی که بی تفاوت نسبت به مسائل ایران هستن، صدای من همیشه در میاد؟ چون که میخوام ما با هم باشیم و ایران رو نجات بدیم. ما باید برگردیم کشورمون. کاری ندارم شاید یک کسی از چه میدونم جغرافیای ایران یا از ایرانی بودن خودش خوشش نمیاد و دوست داره از کشور مهاجرت کنه، بیاد بره یه جای دیگه زندگی کنه. من احترام میگذارم، ولی ماهایی که از ایران فرار کردیم و پناهنده شدیم، ماها میخوایم برگردیم. ماها میخوایم، ما سربازای کشورمونیم، میخوایم برگردیم تو کشور خودمون خدمت بکنیم و جایی واسه زندگی الان اونجا نداریم. چون اگه برگردیم، خیلی میگن چرا از دور نشستی حرف میزنی؟ چون من از دور میتونم مبارزه کنم، نزدیک باشن صدامو قطع میکنن. بنابراین چاره ای جز این ندارم. این نوع مبارزه منه، باید اینجا باشم و بجنگم، چون نزدیک باشم صدام قطع میشه. چرا مثلا شروین ها، توماژ ها، نرگس محمدی ها، چرا ما ناراحتیم؟ چرا میگیم مثلا شروین حاجی پور چرا با مردمش نمون؟ چرا 90 میلیون جمعیت فریب ایران داد، فریبمون داد. مضحکه گرفت، با احساسات ما بازی کرد. من میفهمم شرایط در روز ایران دیدی که سخته. مادر ترکمان چی گفت؟ برای خواهرامون رفتی مجوز گرفتی. به نظر من یک دیسترکشن هایی هست که نباید به وجود بیاد. صحبت من اینه با امثال این اشخاص، چه ورزشکارها و غیره، صحبت من این هست که ما در این شرایط حساس نمیتونیم پشت هم رو خالی کنیم، نباید تو دل هم رو خالی کنیم. نباید کسی رو که این همه کمک کردیم، گرمی برد، اسمش رو جهانی کردیم، اینکه خودش که نمیتونست اتفاقی براش بیفته، اگر که ماها نبودیم و ساپورتش نمیکردیم، شروین حاجی بود کی میشناختش؟
نباید ما رو بازی میدادی. میفهمم باید زندگی کنی، خب ما هم میخواستیم زندگی کنیم، ما هم میخوایم زندگی کنیم، جای ما اینجا نیست، ما هم میخوایم برگردیم تو اون کشور. بعد چرا باید بری سرخم بکنی و از این، یعنی چطوری به خودت اجازه دادی که بخوای بری زیر قوانین جمهوری هوا باشه. متاسفانه من صحبتم باز هم این هستش که شاید هنوز هم، یعنی شاید نه، ما مجبوریم که اینطوری قبول کنیم. اگر کسی یا حکومت جمهوری اسلامی، چون کس نیست، حکومت جمهوری اسلامی اگر داره سعی میکنه ماها رو روبروی هم قرار بده، ما باید باهوشتر باشیم و هنوز تصمیم بگیریم که ما کنار هم هستیم، ما روبروی هم قرار نمیگیریم. به نظر من مردم باید ساپورتشون رو، حمایتشون رو از کسانی رو که به نمایندگی میدونن، حالا میخواد هنرمندشون باشه، ورزشکارشون باشه، هر کسی باشه، باید ساپورت نشون بدن. فکر نکنید که من لادن همایون صفت یا هر کس دیگه یا همون شروین حاجی پور یا هر کس دیگه، اینا همونطوری که اسمشون رو صدا میزنید به تنهایی نمیتونن کار کنن، به ساپورت شماها احتیاج دارن. باید نشون بدید که پشت هنرمنداتون، پشت ورزشکاراتون، پشت کسایی که بهشون اعتقاد دارید می ایستید و دنبال و پشت آدم اشتباه رو نگیرید و نایستید. آفرین. همونطوری که کسی که میاد برای شما یه کار ملی میهنی میکنه، یه کاری میکنه که برای کشور شما هست، برای وطنتون هست، باید دیده بشه و ساپورت بشه و اون کسی که نمیکنه دورش رو خط بکشید. این بی‌تفاوتی ها باید روز به روز کم رنگ تر بشه و نذاریم که اینا هر روز ما رو روبروی هم قرار بدن. ما باید اتحاد خودمون رو نشون بدیم. ما باید به همه نشون بدیم، به تمام هنرمندامون. چون من یادم میاد که شروین چندی پیش، فکر میکنم چند هفته گذشته بود، که گفتش که من هر جا میرم رام نمیدن. دروغ یا درستش رو نمیدونم، چون اصلا این شخص برای من الان یک مهره سوخته شده. ولی اگر چون این چیزهای، همچین بهانه هایی رو ندید، پشت جمهوری اسلامی رو نگیرید، فریب جمهوری اسلامی رو نخورید، کنسرت های این ارزشی ها رو نرید. یا اگه میرید سرود ای ایران رو بخونید، از فرصت دقیقا استفاده کنید. در لس آنجلس ما تمام این خواننده های ارزشی رو داشتیم و متاسفانه، شوربختانه، باعث شرمه. بلیط های آرزون میدن، حضرات میرن برای بلند پول میشن سفید میرن. کنن. خب نه، نباید این کارا رو کرد. به نظر من شما با این کارتون فقط دارید پا روی خون مهساها، نیکاها، روی خون اینا دارید پا میذارید، در صورتی که الان دیگه ایران، فکر کنید الان یه پستی بود در اینستاگرام، ایران توی اتاق گازه. بعد نمیدونم با چه شکلی، با چه طرز فکری شماها دارید پا رو همه چی میذارید. من نوعی به سهم خودم تلاشم رو میکنم، اگر که توی این کشور رشد کردم یا خارج از ایران رشد کردم، دلیلش فقط یک بوده و بس، برای اینکه سرباز قوی تری باشم، بتونم در مقابل جمهوری اسلامی در کنار شما بجنگم. پس جواب همین. سوالمو دادی، چون میخوام یه 10 دقیقه آخرمونه، میخوام با تموم صحبت رو برسونم. البته دوست دارم که اگر اجازه بدید به صورت مستقیم دیگه هفته یک بار شما رو ما داشته باشیم، دختر نازنین، پهلوان بانو، برای بچه های جدید. پس ما میتونیم بگیم چطور تونستی بعد از این همه رنج، از شکنجه سفید، از اعدام تا آموزشی زجری رو که بخوان تو رو با نیابتی ها مشغول نگاه دارن، چطور با همه این رنج ها و فشارها، چطور از پس این دردها تونستی دوباره خودت رو بسازی و سرپا نگه داریم. شاید همین باشه. ببینید، هدف تغییر نمیکنه. ببینید، این موضوع خیلی مهمه.
وقتی که هدفت یه چیزیه، من همیشه وقتی که آموزش رزمی میدم و هر شکلی به همه بچه ها میگم که تکنیک جدید یاد میگیری، انگار که یه تولز به تولزای دیگر اضافه شده، انگار که هر چی که ما هر روز یاد میگیریم انگار که یک وسیله مبارزه به چیزهایی که داریم اضافه شده. حالا میتونه دانشمون باشه، میتونه یک تکنیکی باشه، میتونه یک رشته تحصیلی جدیدی باشه، کتاب جدیدی باشه. هر چی ما یاد بگیریم توانایی ما رو برای روبرو شدن با جمهوری اسلامی بیشتر میکنه و ما باید روز به روز خودمون رو قوی تر کنیم، ذهن آگاهتر و قوی تر، بدن سالمتر و قوی تر و مبارزان خوبی باشیم. تاب و توانمون باید بیشتر بشه از هر زمان دیگه ای. و واقعا اگر که هر کسی میبینه میگه تو دیگه اینو داری اینو داری اینو داری. بله، من 2 تا فوق لیسانس دارم، در 3 تا ورزش رزمی دانه 8 دارم. در چین من گریجویت کردم از شاولین تمپل، ایسترن مدیسین میدونم، طب سنتی چینی رو بلدم، نمیدونم پین منیجمنت تراپیست هستم، فیزیکال تراپیست هستم، بایو هکر educator هستم، wellness educator هستم، اینترنشنال فیتنس کوچ، مارشال آرتس کوچ، رفری، داور بین‌المللی، مربی بین‌المللی. همه اینها رو بذارید کنار، سرتیفاید هیپنوتراپیست، لایف کوچ، همه اینایی رو که با این ولع رفتم یاد گرفتم، بالای 100 خورده ای مدرک دارم، فقط برای این که از هر جهتی هر کسی بخواد با من صحبت کنه در هر جای دنیا، اگر کسی یک کانترکتر باشه بشینه با من حرف بزنه در مورد مسائل ایران، من باید بتونم که طوری با این شخص حرف بزنم که بفهمه که از کارش سر در میارم و بلدم داره چی کار میکنه. چون من نقشه کش ساختمان و نقشه کش صنعتی هم هستم که بتونم با این طرف ارتباط برقرار بکنم. اگر که یک کسی پزشکه بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، بگم کاملا میفهمم داری چی میگی و چی خوندی، تازه بیا اینو 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 اینم تو از من یاد بگیر. در ورزش، در سیاست، هر چیزی ما باید انقدر سطح آگاهیمون رو بالا ببریم که در دنیا بتونیم راحت با آدمای دیگه گفتگو کنیم و بتونیم متقاعدشون کنیم که در کنار ما و در مقابل با جمهوری اسلامی بجنگن. و این تنها هدف زندگی من هست. با تمام سختی‌هایی که دارم این راه دارم و داشتم و خواهم داشت. هدفم یکیه و ثانیه شماری میکنم که دست پسرم رو بگیرم و برگردم به ایران و دیگر هیچ. ببینید، من خیلی ها حتی وحشت این رو دارن، وقتی که دارن زیر فشار زندگی میکنن نمیتونن از اون مخمسه بیرون بیان و حتی میترسن که یک پدر یا مادر تنها باشن. ما زیر بار ظلم نمیریم، فرق نمیکنه که اون ظلم در خونمون باشه یا اون ظلم در کشورمون باشه. آفرین. میدونید پسرم رو من خودم از 18 همون موقع که به دنیا اومد تا الان خودم تنهایی بزرگش کردم. همه میگن سخت بود. نه، هیچ چیز سخت نیست، هیچ چیز سخت نیست. اگر که هدفتون مشخص باشه و بدونید دارید چی کار میکنید و ایمان بهش داشته باشید، هیچ چیز سخت نیست. نخوابیدن سخت نیست، گشنگی سخت نیست، بیپولی سخت نیست. من درد شلاق داشتم، سخت نبود، منو مستحکم کرد، انقدر قوی شده بودم که برای بار دومم حاضر بودم دوباره شلاقم بزنم. ولی خب حالا تناب دار دور گردنت بندازن، تهدیدت کنن، اونم دیگه سخت نیست. الان منو بخوان بکشن اصلا نگرانی ندارم، چون ترسم ریخته. این خیلی قشنگه. من از هیچ چی نمیترسم توی زندگیم. در نهایت چی من میدونم چه احساسی داره وقتی که یه کسی تناب دار و گردنش میندازن. میدونم دیگه اونو. دیگه بدتر از این چی؟ مردم ایران رو تو اتاق گاز دارن نگه میدارن. دیگه از اون بدتر چی میخواید ببینید؟ فقط و فقط باز هم یه چیزی رو میگم، امیدوارم که از همیشه هوشیارتر باشیم. من به عنوان یک بازمانده از جنایات جمهوری اسلامی حرف اول و آخرم اینه. اولش که واقعا من این
3 تا دانه هشتم رو تقدیم میکنم به تمام صداهایی که الان نیستن و اگر بودن بیشتر میدرخشیدن، به تمام زنا و دخترایی که واقعا تواناییاشون فراتر از منه، هوش و ذکاوتشون فراتر از منه. من اگر 2 تا فوق لیسانس گرفتم در غربت، فکر کنید اگر که این دخترها آزادیشون رو داشته باشن در ایران، ببینید چه میکنن. به تمام پسرها و دخترایی که واقعا تواناییاشون میلیون ها بار بیشتر از منه و امکانش رو نداشتن، من واقعا سر تعظیم فرود میارم و فقط میگم که امیدوارم که لیاقتش رو داشته باشم، بتونم اینا رو برگردونم به کشورم. من از بچگی اینطوری آموزش دیدم و تو گوشم رفت و تو مغز استخونم رفت که تو موظفی و تو در مقابل جامعت مسئولیت داری و من این رو پذیرفتم. و وقتی که بزرگتر شدم، خب من دیدم برای جامعه‌ام یک سرطانی به نام جمهوری اسلامی چقدر خطرناکه، پس باید تلاش کنیم که این سرطان از بین بره و ریشه کن بشه. و برای اینکه صدا داشته باشم خب مجبور شدم فرار کنم، ولی این به این معنی نیست که من الان اینجا دارم زندگی میکنم به عنوان یک آمریکایی. آمریکا یا کشور آلمان به من پناه دادن و درسته که من سیتیزن این 2 تا کشور بودم و هستم، ولی خونه من ایرانه. چه بسا که در آفیس من، در محل کار من، پرچم شیر و خورشید رو همه میبینن، چون من همه جا رو ایران میبینم و هر روزی که دارم قدم برمیدارم تو این 25 سال، اگر که تحصیلات عالی داشتم، اگر که در هر رشته رفتم خوندم، مدرک گرفتم برای اینکه صدام قوی تر بشه، اگر اینکه تو رشته‌های مختلف، یعنی بعضیا میگن نقشه کشی ساختمان و صنعتی چه ربطی به نمیدونم علم پزشکی داره، چه ربطی به نمیدونم هیپنوتراپی داره، چه ربطی به این داره. همه اینا برای من به عنوان یک توز، به عنوان یک ابزار هستن و فکر میکنم بقیه هم اگر که من به این شکل دارم توضیح میدن با من موافقت کنن. ما باید ابزارهامون رو بیشتر و بیشتر کنیم و من آرزو میکنم با این ابزارهایی که گرفتم و در این 25 سال خودم رو واقعا سعی کردم مجهز کنم و آموزش ببینم، سوادم رو بالاتر ببرم، معلوماتم رو بالاتر ببرم که بتونم قوی‌تر جلوی جمهوری اسلامی ایران بایستم. به قول یکی از دوستان، جمهوری اسلامی غیر ایرانی بتونم بایستم. و امثال من بسیار زیادن و چه بسا که بی نهایت پله ها بالاتر از من هستن و همه دست پر هستن که آرزو میکنن برگردن توی ایران و به کشور خودشون خدمت بکنن. اینه که در هر شرایطی ما زیر بار ظلم نمیریم. من اگر به عنوان یک مادر تنها پسرم رو از زمانی که باردار بودم تا به الان خودم بزرگ کردم، به خاطر اینکه ما زیر بار ظلم نمیریم، چه اون ظلم در خونمون باشه، در محلمون باشه، در کشورمون باشه. کسانی که توی دوره من به دنیا آمدن و یا حتی قبلتر و بعدتر که با جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم کردن، فکر میکنم این صحبت و این حرف دل همه ما باشه و ما بیشتر از هر زمان دیگه خودمون رو آماده میبینیم که در کنار هم بتونیم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم و نذاریم که این رژیم ما رو فریب بده و ما رو در مقابل هم دیگه قرار بده به هر ترفندی. به هر ترفندی. آفرین. درود بهت، درود بهت، به درستی که پهلوان بانوی ما هستی. و آخرین پرسش، میدونم وقتت رو خیلی گرفتیم پهلوان بانو، امروز که شما به عنوان یکی از جوانترین زنان دنیا که زیر سن 50 سال دارای 3 دانه 8 هستی، استاد تمام ما هستی، چه پیامی به دختران، زنان و مردان پرورزشکاری داریم که تو ایران سرکوب میشن و هنوز مرام قهرمانی رو نگرفتن؟ قهرمان بانو.
نظر من هر کسی که در ایران مونده و هست و ماهرانه داره مبارزه میکنه و تو چنگ جمهوری اسلامی نیفتاده، اینا همشون یه مهارت‌های خاصی میخوان. باید باشید، قهرمانید، همه ما قهرمانیم تا زمانی که احساس شکست نکنیم. روزی که ما احساس شکست بکنیم اون روزیه که ما این نباید بگیم خب اوکی، نه این واقعا این لقب برای ما مناسب نیست. تا روزی که چه در داخل، چه در خارج، چه در بند، چه در بیمارستان، هنوز فکرمون آزادی ایرانه، هنوز فکرمون ایرانه. چون دوستان فراموش نکنید ایران وقتی آزاد بشه تازه کار من و شما شروع میشه. تا زمانی که ما ایمان داریم به ایران و ایران رو در پوست و گوشت و استخون خودمون میبینیم، ما مسئولیم و باید بدونیم برای این هدف باید بجنگیم و نذاریم بین ما هیچ کسی از این به بعد تفرقه بندازه. چه بسا که فکر میکنم 46-7 ساله فکر کنم به اندازه کافی چوبش رو خوردیم. و من اگر که به عنوان هر کسی، به عنوان استاد بزرگ در 3 رشته یا 100 رشته یا هر چیزی، فقط من خوشحالم که تونستم به نمایندگی از مردم کشورم برم و خودی نشون بدم و فقط از این بابت خوشحالم. چون میدونم خیلی از شماها هستید که فقط به خاطر اینکه در بند جمهوری اسلامی هستید امکانش رو ندارید که بخواید اونجوری که شایستتون هست بدرخشید. و این فقط یک تلنگری بود توی دنیا، یک تلنگری بود برای کسایی که هنوز خستن و فکر میکنن نمیشه. فقط بلند شید. نفسای آخرشه، جمهوری اسلامی نفسای آخرشه. 1000 بار گفتم و باز هم میگم، ماها در هیچ شرایطی جمهوری اسلامی رو اجازه نمیدیم که ماها رو در مقابل هم قرار بده. یادمون نره ماها همه خواهر و برادرایی هستیم که مثل زنجیر از همدیگه کسی نمیتونه، ما رو نمیتونن جدا کنن، چون اصلا ما به همدیگه تنیدیم. امکان نداره. ممکنه بعضی از ماها توی زندگیمون توی یک جاهایی خسته شیم، بیفتیم پایین، ولی بقیه هستن که میتونیم دست همدیگه رو بگیریم و اون چند قدم رو بذاریم نفس بکشه و یه کمی جلوتر ببریم. یادتون نره ما ایرانیا جنسمون فرق میکنه. این رو کسی داره بهتون میگه در چین زندگی کرده، تو شاولین تمپل زیر فشار زندگی کرده. خاطرم میاد کسی گفت تو چجوری تو چین تونستی زندگی کنی، فشارا سخت نبود؟ گفتم فشار جمهوری اسلامی انقدر سخت در بوده، روی زمین خوابیدن و سیب زمینی خوردن و برنج پخته بی‌نمک و بدون روغن خوردن که چیزی نداره. حداقل کسی دیگه جون تو قرار نیست بگیره و فقط ورزش و کار سخت و خدمت کردن به جامعه است. و این چیزها رو ما دورش رو دیدیم، پوستمون کلوف شده. یه تکونه دیگه و واقعا امیدوارم که روزی بشه هر آنچه که آموختم رو به زودی بتونم برگردونم به کشورم، چون هر چی که تو قلب و مغزم دارم متعلق به ایران، متعلق به کشورمه و میخوام تا زمانی که زنده هستم و تواناییش رو دارم فقط آرزو میکنم برگردم و این امانت ها رو بتونم به کشورم برسونم. و مطمئنم که امثال من کم نیستیم بیرون از ایران و پا به پای شماها برای کشورمون داریم میجنگیم. درود به دیر نیست و دور نیست شیربانوی ما. خوشحال هستم که به عنوان نخستین زن گارد جاویدان ایران با شما صحبت کردم و میدونم که خیلی زود زورخانه نژاد در سال 2585 خورشیدی توسط پهلوان بانو لادن همایون صفت باز خواهد شد و همونجا میای رینگ رو میزنیم به یاد پدر و با خودت آموزش میبینیم بچه ها و دخترامونو و دستتو میبوسیم برای همه تلاشات. آمین 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 آمین. با امید آزادی ایران و با امید اینکه هموطنانمون رو هرچی زودتر
اه، I can't wait. نمیدونم چی بگم. هر چی زودتر بتونیم دستای شما رو ببوسیم، خاک ایران رو ببوسیم و به خاک ایران سجده بزنیم. آینده ایران و ایرانی تا ابد و یک روز جاوید شاه.